اینک دوستان رقابت نهایی ورزشگران برای به دست آوردن نشان برنجی یا برنز میان ورزشگران دسته تا 60 کیلوگرم. عزیزاللهیف در برابر میرزایف برای به دست آوردن نشان برنجی اول تلاش میکنند. و به همین ترتیب دوستان عزیز چون مشاهده میکنیم و به نظر میرسد که ورزشگران در حال رشد با اجرای فنون جذاب و دیدنی مقابل همدیگر. یک هلوک معمولی فنون پای عزیزاللهیف اجرا کرد ولی موفق نشد. میرزایف عبدالله بعد از شکست خوردن در مرحله نیمه نهایی از قوتوف مستقیما شانسی دریافت نشان برنجی را پیدا کرد، اما چگونه برای به دست آوردن نشان برنجی موفق می شود یا نه این را وقت نشان خواهد داد. اصول ضربه آیی پشت پای از همان اشی برای بسیار استفاده می کنند ورزشگران ولی موفق نمی شود کسی از آنها. در فنون فند خواب نیز بسیار توجه کردند ولی همان موفق نیستند. و هر حال رقابت ادامه دارد و زری فنونه که با روش پرتاب بالای شانه صورت گرفت برای عزیزاللهیف یک امتیاز وزری به ارمغان آورد. عزیزاللهیف که در مرحله مقدماتی هم خیلی درخشان ظاهر شد و میرزایف 2 دقیقه دیگر زیادتر تا انجام وقت اساسی فرصت دارد، اما از این فرصت تا کجا استفاده میکند میرزایف عبدالله. عزیزاللهیف امیر روی تصویر نزدیک از دسته دوشنبه، اما اینجا خنسو کمک دوستان. به همین ترتیب ببینید مربیان با دخالت داور درجه بین المللی رمزی شمیروف در بسیار نکات داوری این قوازمایی ها فوراً قضاوت میکنند و به همین ترتیب چون مشاهده کردیم نشان برنجی با ورزشگر تعلق گرفت که ببینید اینجا یک وزری به همین روش و روش بالای شانه و ارمغان آورد. ببینید نوارهای تدریجی رو میبینیم دوستان عزیز و بعداً اکنون میگذاریم به وزن 60 کیلوگرم با واخوری دویوم برنجی دوستان عزیز. سعیدوف در برابر محسدینوف باز هم همون روشی فند خواب. سعیدوف رستم با جداگی سفید هست، دست پرور مکتب ورزشی شهر و نواحی تابع مرکز. محسدینوف باشد با جداگی کبود. محسدینوف انوشیروان از دسته دوشنبه. برای جابجاگذاری لباس‌ها یک توقف می شود و این باعث به آن گردید خواهد شد که حریفان یک
قامت راست میکنند، یک نفسی دیگر میگیرند و به همین ترتیب و یک اصول ضربه‌ای به نکات حساس از سوی محسدینوف و ضد حمله هم از سوی رستم سعیدوف به این شکل، ولی هنوز هم نتیجه نمی بخشد. و یک اصول معمولی و ضری، باز هم با استفاده از تکنیک های زیبای پای محسدینوف یک وزری کار کرد. بار دیگر نیز به همان روش میخواهد جواب بگرداند سعیدوف، ولی موفق نمی شود. شیدو با سبب طرز داشتن نادرست بر رستم سعیدوف، و همین ترتیب رستم با داشتن دو وزر دوش کارد زرد یا شیدو اگرچه رو به باخت باشد و اصول خفه کردن بسیار اصول خوفناک هست تا کجا و تسلیم شود. راه نفس کشیش تنگ شد. به همین ترتیب محسدینوف انوشیروان در مدت 2 دقیقه و 11 ثانیه در مرحله رقابت آخرش برای به دست آوردن نشان برنجی موفق به کسب مدال برنجی شد. مدالی که در کارنامه‌اش بسیار ارزش والا خواهد داشت، چون او در رقابت‌های بعدی برای رده‌بندی در مسابقات جمهوری نیز کوشش خواهد کرد، جهد و تلاش خواهد کرد و تا کجا موفق خواهد شد این را وقت نشان خواهد داد. همین ترتیب دوستان عزیز نوارهای تدریجی یا سوز کرده شده رو میبینیم. ببینید با چه شکل اینجا یک اصول با فشار حریف و سمت مقابل، اصولی که بیشتر در ضد حمله استفاده میکنند و اینجا در بخش شیم وضع یا اصول خفه کردن. و این قوتوف است دوستان عزیز، محمد صالح قوتوف، ورزشگر که در حال رشد است در صحنه رقابت‌های داخلی جمهوری بسیار درخشان ظاهر می شود و مرحله فینالی رقابت‌ها این هم عباس نژاد مربی که محمد صالح را در کلوب ورزشی کانیگورگ و این هم داور مرکز سرخانوف محمد کریم این قوازمایی را داوری خواهد کرد. مرحله اول رقابت‌ها یکی از رقابت‌های حساس و پربیننده در فینال وزن 60 کیلوگرم. ایوبوف در مقابل محمد صالح یک وزر به سمت چپ با هلوکی اوچیماتا. قوتوف بسیار قدرتمند ظاهر می شود. ببینید به چه شکل و شیوه از همین قسمت استفاده کرد و ایوبوف در حال تنزل است. قوتوف محمد صالح، ببینید
چون همان مرحله قپیدن یا مبارزه در کمیکات بسیار موافق میافتد. فوراً کوشش میکند تا اجرا کند همان اصول را. در فند خواب نیز بسیار خوب ظاهر شد. ببینید خود را خیلی خوب وانمود کرد در مرحله مقدماتی. حریفان را بر روش های گوناگون مغلوب کرد. در استحکام وضع هم موفق شده بود. یک مرتبه دوم هم کوشش میکند در فینال تا در بخش کار در زمین موفق شود ولی نتوانست. ایوبوف احمد این دستپروری مکتب های ورزشی از شهر و نواحی تابع جمهور است. دوستان ببینید این هم از رشد جدا در منطقه گواهی میدهد. دوستان ایوبوف احمد در فینال در برابر یکی از قدرت های وزن 60 کیلوگرم دو دقیقه دیگر فرصت دارند تا انجام وقت اساسی و باز فندی همان خواب تامو نگه ولی به نتیجه هست. در مقابل ورزشگران با سرعت ببینید نگاه هایی که برای چنگ انداختن حریف به سمت حریف دوخته می شوند. کمیکات معمولی از قسمت بالا گرفته شد. محمد صالح زیر یک اصول حریف ولی تا کجا اجرا می شود توانست. ببینید وزری هست یا نه. داور چی میگوید؟ داور میگوید که به نوارهای تدریجی ببینیم. نوارهای سست کرده شده را اگر مشاهده کنیم دوستان عزیز، لحظه تکرار بار دیگر ببینید اجرای اصول با یک اصول ضربه آیی اجرا کرد، توقف بود یا نه. ببینید به این ترتیب و تا به لحظه های پایانی برد یا نه. داور میگوید وزری نیست. داور وزری نگفت. رقابت ادامه میکند. اکنون قوتوف نفسی آزاد میگیرد چون که یک وزری و ببینید یک اوچیمت زیبای دیگر به همین ترتیب قوتوف محمد صالح در مدت 2 دقیقه و 38 ثانیه حریف مرحله فینالی اش را از صدر راه برداشت تا به صفت چمپیون در مسابقه جمهوری اویاید به کشتن جدا بین جوانان سالهای تولد 2001 و 2006 بگردد. واقعا خیلی جذاب و دیدنی بود دوستان عزیز. مرحله فینالی رقابت ها مربیش هم او را تبریک میگوید چون مسابقاتی که برایش خیلی حساس بود. نوارهای سوس کرده شده را ببینیم دوستان عزیز به چه شکل پرتاب دوم رقم خورد. باز هم همان سمت چپ فنون پرتابی سراپا به اصطلاح همان اوچیماتا یکی از اصولهای سر استعمال که واقعا بعد از قبول اصولهای بین المللی میانی من طرفداران و هواداران جدا همین اصول اوچیماتا بود که ورد زبان ها شد و محمد صالح به همین ترتیب خوش درخشید و به صفت قهرمان در مسابقات نوبتی ظاهر شد.